حالا چرا کفشات خیسه؟ آقا اجازه افتادیم تو جوب. افتادی تو جوب؟ چرا شلوارت خیس نشده؟ آقا اجازه جوبش کوچیک بود. جوبش کوچیک بود؟ چرا جورابت خیس نشده؟ بار آخرت باشه. برو سر کلاس درسه. چش آقا. آقا اجازه بشین. امروز با تیم شاهین بازی داریم. چه خبره؟ نمیتونید یه دقیقه ساکت بشینید کارم تموم شه؟ درست بشین. 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 خب اونایی که میخندیدن الان گریه کنن. به جز 15 نفر بقیه نمره زیر 10 گرفتن. البته 3 نفر نمره ممتاز گرفتن. کریم نانوا، علی ماندگار، سلمان نجفی. اون 3 نفری رو که گفتم بمونن آخر زنگ کارشون دارن. هر چی صدات کردم وای نستادی. کجا داری میدی؟ دارم میرم ظرف کبرا خانمو بهش بدم برای ما آش نزدی آورده. با من قهری؟ قشنگه؟ از کجا آوردی؟ معلمم بهم جایزه داد. برای تو. بگیر دیگه. برای خودم؟ من به مامان چیزی نگفتم. میدونستم. الان میام. علی مادر اون سینی رو بردار بیا ببین. این سوپو ببر برای کوکب. زود باش. واشست. کیه؟ منم علی برای تو خودم سوپ آوردم. کیه سوپ آورد؟ سلام. سلام علی جون، دست درد نکنه. آقات خوبه بابا جون؟ زنده باشی. علی جان من راضی به زحمت مادر